دوستان عزیز، وقت تربوز و خربوزه دیگه تقریبا تمام شده، حالا وقت سیب است، اما خربوز و تربوزه همچنان در جمع میوه های تازه هنوز قرار داره. میبینید در خصوص دوستان عزیز تربوز باز یک خوبی داره دوستان عزیز، کال تربوز خام بسیار کم یک دانه داره. روسی سلطان شهر نشانتان بودم که یکی از زیباترین و بهترین تالارهای روسی شهر کابل است. اما اول میخوام چهارراهی رو براتون نشان بدم، میوه‌جات و این چیزا. به دلیل عزیز دوستان عزیز ما سر کامera رو میخواستیم این چیزا رو نشانتان بدیم. ببینید اون مردم افغانستان دوستان عزیز زیاد دیگه تالار رو دیدین دوستان عزیز، از نزدیک یک تالار زیبا مقبول و همونطور عالی هست. طرف همونه دوستان عزیز بهزاد اسخیم و بقیه رو میبینین و کلب فراش. سلام و درود نثار شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، دوستان نهایت عزیز، ما در سرک میدان هوایی شهر کابل در چهارراهی شهید هستیم و همینجا قرار داریم. ما دوستان عزیز از سرک میخوایم برم. این طرف بسیار چیزای جالب است، چیزای مقبول است، میخوایم نشانتان بدم. البته گوشی سرک است، این طرف به خاطر که هم گوشه است هم دکانک‌ها زیاد است، موترها نمی‌آیند، یک فضای به پیاده رو ایجاد کرده و هم سایه است. البته دوستان عزیز همین بیادر ما رو می‌بینید که اینا به ورزش برآمده، دویده میره در سرک میدان. نامخورات یک ریش بروت داشت دوست عزیز ما. دوستان عزیز وقت تربوز و خربوزه دیگه تقریبا تمام شده، حالا وقت سیب است، اما خربوز و تربوزه همچنان در جمع میوه های تازه هنوز قرار داره. میبینید در خصوص دوستان عزیز تربوز باز یک خوبی داره دوستان عزیز، کال تربوز خام بسیار کم یک دانه پیدا شود، چون تربوز خلاش و آخرایش است. این تربوزها تماما پخته هستند و تربوز سفید یا خام که از جانتون اونقدر نمیزنه، چون که ندارن دیگه. حال تربوزا چون به آخر رسیده، آخرایش جمع کردن، پخته هست. دوستان عزیز چهارراهی شهید یکی از محبوب نه دیگه، مشهورتر بگویم، محبوب نیست قدر دوستان عزیز، برای یک محبوب نیست، مردم ازش یک ذره برشون میاد، چون دوستان عزیز این چهارراهی بسیار بیربار داره، بسیار زیاد بیربار داره، به اندازه که خوب دوستان عزیز میگفتیم چهارراهی شهید، مردم ازش یک ذره بد میبرن، چون بیربارش زیاد است. 15 دقیقه تا 20 دقیقه مردم اینجا منتظر مانده، شاید زیادترها خصوصا وقتایی که ترافیک در چهارراهی بند باشه یا کمبود ترافیک باشه، باز بیخی وقت وضعیت خراب میشه، چون که یک ترافیک نمیتونه که کل از این چهارراهی رو کنترل کنه، از جمله چهارراهی های بیربار و شلوغ شهر کابل است. موترات چهار طرف میاین، یک سرکش طرف دایمنی سابقه و طرف چی میره دوستان عزیز بلاک‌های سلیم کاروان، یک طرفش طرف خوجه بغرا میره و یک طرف دیگه‌ش هم طرف سرک میدان هوایی است و دیگه‌ش هم سرای شمالی که خودتون از مکرر بهتر میفهمید. انگور هم دوستان عزیز اینقدر زیاد شده در کابل، واقعاً سال انگور بسیار زیاد است، انگور بسیار زیاد شده. میخوایم دوستان عزیز اون طرف سرک ببرمتان تالار روسی سلطان شهر نشانتان بدم که یکی از زیباترین و بهترین تالارهای روسی شهر کابل است. اما اول میخوایم چهارراهی رو براتون نشان بدم، میوه‌جات و این چیزا. به دلیل عزیز دوستان عزیز ما سر کامera رو میخواستیم این چیزا رو نشانتان بدیم. ببینید اون مردم افغانستان دوستان عزیز زیادتر نه که همگی ما دوستان عزیز وقدر نقصی پیاده رو نیستیم، ترجیح میدن در سرک برن، بغلای سرک، البته وسط سرک نه که سرک بند بکنن. میگم ما سرک بگذاریم دوستان عزیز، سرک بند کردونه، ما پیش از بند کردنش ما میریم جاده سلطان محمود غزنوی هست دوستان عزیز،
که چهارراهی شهید برش میگن. این تالار روسی رو بسیار دوست دارم دوستان عزیز، بسیار مقبول است، بسیار زیبا هست. واقعا هرچی که زیبایی ازی بگوییم کم است. و البته دوستان عزیز از جمله تالارهای عروسی سابقه شهر کابل است. این تالار عروسی از اون سابق مانده و از مردم از اون سابق این تالار عروسی را میشناسن و محفل میگیرن و لذت میبرن. البته دوستان عزیز همه چیزش هم مثلا که از غذایش بگوییم تا پولش و همه چیزش از یو طلا کرده خوبتر هم است نسبت به ستاره شهر امپریال و دیگه. یعنی ساده تر اگر بگوییم دوستان عزیز به همی قد و قوارش و همی پیسی که میگیرن میارزه. یعنی چه قسم براتون بگوییم و یک از تالارهای خوب شهر است خلاصه دوستان عزیز. یک از تالارهایی است که شما میتونین محافل تانیش برگزار کنین به اون طریقی که میخواین و خوشتون میاد. این سرک دوستان عزیز سرک تازه جور شده هست که به طرف خواجه بغرای جدید میره. در وسط این سرک دوستان عزیز همچنان یک جایی است، یک مسجد است که مسجد تخریب نکردن، یعنی مسجد نشد و سرک از بغلش دور دادن دیگه. تالار را دیدین دوستان عزیز از نزدیک، یک تالار زیبا مقبول و همونطور عالی هست. طرف همون دوستان عزیز بهزاد آیسکریم و برگر رو میبینین و کلب فراش اندام استاد محمد نسیم امینه. شفاخانه میرویس رازقی هم در اون طرف سرک موقعیت داره دوستان عزیز. و البته پنتون غالب دوستان عزیز و شفاخانه مالجوی غالب هم هر دوش همچنان در می بخش موقعیت داره. شفاخانه میرویس رازقی است، در پهلوی شفاخانه مالجوی غالب است، در پهلویش هم پنتون غالب است که دو ساختمان است چون بزرگ است دوستان عزیز. دو ساختمان شده. موترهای تونس کس یا دوستان عزیز 500 فامیلی میرن حصه سوم خیرخانه. البته بازدیدی از موترهای لین سرک میدان موترهایش دوستان عزیز موترهای آستانه مرسدس بنز هستن و کرولا، موترهای کرولا یا تاکسی ها در این لین زیادتر کار میکنن. این دوستان عزیز شفاخانه و این طرفشم پنتون غالب.